در روایات ها موجوده که یک خانواده سرپرست خانواده پدر آبی بیتیم یه موقع پدر باتا از دست دیند پشکبتگی یه جنی آدمی به عنوان بیوه و 2 تا فرزند آجنی آدم به عنوان یک مسلمان به عنوان دیندار به عنوان قرآن دوست و قرآن پرست فرزندان و دیگر تعلیمات قرآنی دند و در همه تعلیمات قرآنی آنچنان و تربیت دند که یه 3 مادر و 2 تا فرزند و شبهای و تا تقسیم به 3 قسمت کنن یک قسمتی یا چوک عبادت کنن یک قسمت دومی چوک عبادت کنن و آخر شبا مات پات کهتے شبا و تیگا عبادت کنن و چوکانا وقت بانگاه و صبح ازان بیتن چوکان برای نماز فجر واسه بیدار کنن آنقدر با قرآنشان معنوس و آنقدر بابند به قرآن مجید بند که یه 3 مادر و 2 تا فرزند بعد هیچ شبی نگذاری که یک قسمتی از شبشانی به مصلا مگذارید به نماز و ذکر و عبادت مگذارید تا اینکه قضای الهی آمات بشه و وفات کنن ولی آمات ها چوکانا موظف کرده که شما یه شبانه بدون ذکر چون ما یک قسمتی از شب بدون ذکر خداوند تبارک همه شب با ذکر باید بگذاری وقتی که مات وفات کنن یه چوک با هم 2 تا برادر با تصمیم گیرن که آبادی شب ماشا 3 بخشا تقسیم کنن الان مات ما از دنیا رفت باید یه شب مات 2 تا قسمت تقسیم بکنه یک قسمتی باید یه براتی یک دومی برات تا صبح باید ما همین کارا بکنن نصف شب تو باید نصف ما باید نصف شب تو عبادت کنن نصف شب من باید عبادت کنم و همین کار انجام دیم حتی تا جایی رسید که مثلا اگر یک برات یا مریض بود نتون داشته با پاد بیوته بر حسب وظیفه و تعلیم مادر و تربیت مادر اور یکی جو تمام شب عبادت کا بند نلوٹی کی کل شب بدون عبادت سے بسر ہوتے ان یک چوک عبادت کے یا برات عبادت کے کل شب عبادت کا موتے جہاں پور کا وفات ہوتا ہے براتے جہاں پور کا مریض ہوتا ہے اگر یہ پہ بیت آ سرزمین آبادی سرزمین بیت آ ملک آبادی ملکی بیت آ شهر آبادی شهری بیت ولی خدا مکه آبادی که ما منظر و تا مساجدانی و تا از عبادت و از نماز و از ذکر و از تلاوت خالی بکنیم هارون رشید فرزندان یکی از هارون رشید آیمات یک روزی که چوکه گوره شکایت کن که من احساس کنم شما دولت شما حکومت شما خلافت داری تمام باید روگه هارون رشید جز که بودی مادر داستان چیه تو احساس خطر از دولت ما کنگه از حکومت ما کنگه از سلطنت ما کنگه از خلافت ما تو گلمنده و احساس خطر کنگه مات فرماش کنگه به چوکان که قبلا من هر شب 700 نفر جنی آدمانی یه منزل یاتم گومن نماز تهجد وانتا الان اگنده از 100 یاتم به 70 رسیدگم من احساس کنم در آینده شما زود حکومتی از دست دادید